د ملال میډیا ډیرو درنو لیدونکو زموږ سلامونه د کابل ولایت د خیرخانې کوتل څخه ومنئ. درنو لیدونکو دې سیمه کې موږ راغلي یو د موټرونو په اړه تاسو ته یو راپور چمتو کړو. دې سیمه کې زیات موټرونه شتون لري چې په دې فروشګاو کې مختلف ډوله نوي موټرونه راغلي دي. د دې موټرو په اړه به تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نو هیله ده د دې راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو تصویر کې وینئ نو موږ هم همدغه فروشګاه یا پلورنځي کې شتون لرو. دلته هم د پلورنځي کې مختلف ډوله موټرونه شتون لري. د دې موټرونو د پلورنځي له مسؤل کس سره به خبرې وکړو چې د دې موټرونو قیمتونه څنګه دي او د موټرونو د تولید په اړه به یې ووایي چې دوی د کوم هیوادونو څخه افغانستان ته تولیدوي. نو دلته که وګورو مختلف ډوله موټرونه دي. موږ غواړو چې د دې موټرو په اړه تاسو ته معلومات هم وړاندې کړو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست. مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. په همدې پلورنځي کې له مسؤل کس سره خبرې کوو د موټرو په اړه چې د موټرو قیمتونه څنګه دي. نو ورځو له دوی نه پوښتو. بسیار زیاد تشکر. د قدم اول به بیننده های عزیز خود معرفی کنید. سلام علیکم برادر، خوب است انشالله بخیر. آجی حبیب فرامرزی هستم، مدیر مسئول موتر فروشی الفلاح. چطور است کاروبار در این روزه موترهای چطور است کاروبارش؟ کاروبار دیگه فعلا خوب است، نسبتا کاروبار نیست. نظر به شرایطی که فعلا داریم کاروبار نسبتا کمتر شده، کم رنگتر شده. کاروبار فعلا قدر درست نیست، بازم خوب است. قبلی چطور بود؟ حال قبلا که بود دوره جمهوریت که بود کاروبارا بسیار خوب بود، خرید و فروش ما زیاد بود. نظر به شرایطی که در افغانستان آمد فعلا کاروبارات نسبتا کمتر شده، کم رنگتر شده. فعلا کارا کم شده دیگه. شما چند نوع موتر دارید؟ اگر برای موتر نو بگید چند نوع است؟ ما موتر چندین نوع از خاندانهای تویوتا، موترهای لند کروزر، هایلکس، پرادو دیگه، موترهای خوردم کرولای 2005 6 فولدر، این موترها را داریم. قیمتاش با چطور است؟ قیمتا نسبتا تمامش پایین‌تر آمده. قیمتا خیلی ارزان‌تر شده. ما چندین نوع موتر لند کروزر داریم، خیلی درشان تفاوت زیاد آمده، تقریبا نصف بای شده. و هایلکس داریم، همونطور موترام خیلی کمتر شده، کم رنگتر شده. خرید و فروشش نسبت به قبل. دیگه کرولا هم داریم، موترهای فولدر هم داریم. اون موترهای ما نسبتا تمام موترها پایین‌تر آمده نرخایش. دلیلش چیه؟ چرا پایین آمد قیمتش؟ بیکاری، یگانه علتش بیکاری و شرایط فعلی افغانستان نسبتا خوبتر نیست. دیگه با اون خاطر خرید و فروش ما هم نیست، مشتری هم کاروبارش نیست، دیگه کارا نیست. به اون خاطر دلیل بی پیسگی و بی پولی افزایش یافته. خرید و فروش ما هم نیست فعلا. مشتری کدام نوع خوش میکنه؟ مثلا اگر موتر کورلا یا سراچه زیاد خوش میکنه، موتر لنکوزر آیلکس کدامش خوش میکنه؟ موترهای ما که هست اصلا زیادتر موتر فروشی ما که هست موترهای شاسی بلند است. البته موتر شاسی بلند است، موتر خرد و قدر نداریم. و موتر کار و بار که با مردم است از اون موتر ما نداریم. سراچه، کرولا، مدل های پایین نداریم. به حساب کاربار از ما موتر شاسی بلند است، زیره‌ای ساده است. این موتر است، این موتر به تجارت است. تجارت فعلا دیگه قدر شرایط گفتم قبلا خوب نیست، دیگه خرید و فروش ما مقدر نیست. البته تجار کارش جور باشه و چیز باشه باز موترهای ما را خوش. این موتر لند کروزر است؟ این موتر ما که هست تویوتا لند کروزر است، 2011 مدل داره. البته زیره‌ای است. زیره‌ای است.
زیرایی هستن یا هم از بام تجارت اصلا بام کسایی که تجارت پیش هستن موترهای زیرایی رو وا خیلی خوش میکنن. قیمت از چند است؟ قیمت این موتر ما $40,000 آمریکایی. فقط تجار میگه. تجارت خوش دارن این موترها رو، البته ضد گلوله است، ضد مرمی است. این موتر ما قیمتش $40,000 است. پلید -5 پلید داره، اسناددار است. نو است. موتر نوارد است، GXR آپشنش است، فول آپشن است. البته هیچ کمبودی در موتر نداره، بگه خیلی موتر جدید است. بسیار خوب. میتونه موترهای ما موترهای خیلی جدید است. از ما کاروبار ما که هستن موترهای شاسی بلند، البته کلان است، زیرایی و ساده. از این موترها رو فعلا بازار این موترام است قدر خوب هم نیست. البته کاروبار ما از سابق این موترها بودن. حالی کم شده. بسیار زیاد کم شدن. البته گفتم نظر به شرایط فعلا کاروباری موترها نیستن. خب چقدر وقت میشه که شما این کاروبار میکنید؟ تقریبا از خودم دیگه 1 سال میشه در موتر فروشی هستم، مدیر مسئول موتر فروشی هستم، در کاروبار هستم. بسیار زیاد تشکر بخیر. سلامت باشی، خیر ببینی. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې د دې راپور تر وروستیو پاتې شئ. د نورو موټرونو په اړه به هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. همدلته یو بل موټر پلورنځي کې یو چې دلته هم مختلف ډوله موټرونه شتون لري. په دې موټر پلورنځي کې هم نوي موټرونه شتون لري. له مسئول کس سره خبرې کوو، د موټر په اړه به معلومات راکړي. سلام بیادرز، خوب هستید؟ محترم خوب هستید؟ بخیر، ساعت خوب است، بخیر هستین؟ میشه در قدم اول خدا معرفی کنید؟ ما نام عزیز محمد عزیز، یک تن از موتر فروشان کوتل خیرخانه هستم. چطور است فروش موتر در این روزا؟ در روزا والا فروشات خوب است، اگر مثل سابق واره نیست. یک ذره بازار به ذره بودجه مردم ضعیف است، یک ذره بازار ضعیف است. خب خوب است، اگر بد نیست. قبل چطور بود؟ قبل خوب بود، اگر مردم یک ذره بودجه خوب بود، موتر خرید فروش میکردن، زیاد میخریدن میفروختن. حالا نیست، ضعیف است یک ذره بازار، فعلا ضعیف است. شما چند نوع موتر دارید؟ اگر انواع ما رقم موتر داریم، هر نوع موتر که بگی. فعلا بازار این موترهای 1 کلیس ثبت شده است. موترهای خوب موتر است. این نو آمد؟ یا موترهای نو است، یا موترهای کانتینری است که خود ما از کانتینر آوردیم اینجا ثبت کردیم، استیکر کردیم، میشه استفاده. فعلا بازار از این موتر است. از یام است، از دوستای افغانستان هم است. خب تا بازار نظر به سابق ضعیف است، چون بودجه مردم ضعیف است، مردم بیچاره است. فعلا خرید فروش نیست. این اسناد داره یعنی؟ یا کل ثبت کردگی دولت است، صرف یک مسئولش مانده که مسئول میشه دیگه، استیکر شدگی است. از کجا وارد میکنه؟ یا از ژاپن است، موترهای ژاپن است، ژاپنی است. موترهای نو است که 3-4 ماه شده که یار چیز کرده، موترها را اعلام کردیم. دوستای پاکستان است. موترهای دیگه مثلا چی قسم؟ موتر هم داریم، ما رقم کورولا داریم 2010 11. دوستای افغانستان داریم، پالیتای -6 داریم. این موترها سابق بود 12,000 13,000 14,000، حالا 8,000 7,500 7,000 هر رقم است. این موترها 2006 است، 7 است. این موتر بود سابق 14,000 14,500، حالا از قیمتش 7,000 6,500 7,500. مشتری میگیره؟ مشتری میگیره. خوب است اگر مشتری، چون موترها موفق است. موترهایی است که بعدا برآمد کرده در افغانستان، در مملکت ما شما یا زیاد خوش میکنه این موترها را، چون هرچی نباشه دست کمپانی خود ما شما دست افغانستان است. فروشات داره داره. خوب است. موترهای برقی نو که وارد شده به افغانستان او داری؟ داریم پروس موتر داریم ما. خوب موترکار داریم، برقی است، تا 40 تا 60 در برق است، بعد از 60 در تیل است. یارم فعلا مردم زیاد خوش میکنه. موترهای نو است، کانتینری است، موترهای 30,000 40,000 کیلومتر چلیده. خوب موترهای نو است. قیمت از چند؟ قیمت های از 6,000 6,500 7,000 5,500 نظر به موتر است دیگه. کدام رنگش قیمت است؟ قیمت ها خود در افغانستان که است، چون خاک یا زیاد است، همین رنگ سفید سلوری مردم زیاد خوش میکنه به خاطر خاک یا.
دیگه این رنگا رو خوش میکنم. چقدر وقت میشه شما کاروبار میکنید؟ ما دیگه چیزی کم یک 25 30 سال میشه. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. بخیر باشین صاحب، زنده باشین. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو نو د موټرو په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. ځو نورو فروشګاو یا موټر پلورنځیو ته د یو شمېر کسانو سره به هم خبرې وکړو چې د دوی کارونه څنګه دي، هلته کوم ډول موټرونه شتون لري. نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو بیا هم ښه راغلاست په همدې موټر پلورنځي کې یو ځوان چې دوی هم د یو موټر اخیستی، دوی نه به وپوښتو چې دا موټر دوی څو باندې اخیستی، څنګه دی دوی د موټر خوښ کړی دی. نو خپله دوی څخه پوښتو. سلام بیادر، خوب هستی؟ بخیر. سلام بیادر، جور هستیم، بخیر، خیریتی است، خوب هستین، سلامت باشین. شما از کجا آمدید موتر گرفتید؟ ما میری از چاردی آمدیم، یک دونه موترک 2010 کار داشتیم، در موتر فروشی میخوایم یک موتر بگیریم. این گرفتی؟ این میری دیگه فعلا نمی لحظه رسیدیم که این یک چک کنیم، سایل کنیم. چک کردی؟ تا بالا نکردیم، مال میتونم یک رو چکش کنم، سایلش کنم، نمی نفر مسئولش بطلبم که ببینم که میره میخرم. دیگه جای دیدی؟ دیدیم ما نرخ‌ها خو مجبور هستی که حالا بهتر است که موتر فروشی زیاد است، یک سیسو میگردیم که هر کدامش مناسب بود به نرخ بود امور میخریم. ها 2000 خوب است یا موتر دیگه؟ والا برای خانه فعلا همین 2000 خوب است. و اینکه حالا گرمی هم است، یک دونه 2000 خوش کردیم، گفتیم به که میره بگیریم که توکل به خدا. قیمت چند است 2000؟ قیمت چه دیگه برادر ما نگفت. پیشتر یک پرسان کردم 8000 روپیه قیمت کرده، ببینیم که تا ارزشش تا چند است. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما بیادر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو. ورځو نورو موټر فروشیو ته به هم ورشو چې هلته د موټرو قیمتونه څنګه دي او کوم ډول موټرونه شتون لري. نو هیله ده تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په همدې موټر پلورنځي کې یو موټر چې واقعیت زیات خصوصیات لري، نوی وارد شوی افغانستان ته. نو په همدې تړاو به دلته له مسؤل کس د دې موټر په اړه معلومات ترې واورو. نو ورځو له دوی څخه پوښتو چې دغه موټر کوم خصوصیات لري، افغانستان ته څومره وخت ښیي دا وارد شوی دی. سلام بیادر، خوب هستی؟ بخیر. سلام علیک برادر، خوب هستی؟ جان جوره، بخیر هستی؟ در قدم اول به بیننده های ما معرفی کن. اسم آشتیکه بس یک تن از موتر فروشه سر کوتل خیرخانه. چطور است این موتر نو وارد شده افغانستان؟ این موترها یک 3 ماه میشه که در افغانستان آمده، فعلا مردم خوشدارش است. موتر به خاطر که برقی است، مدلش بالا است، یک ذره مردم خوش میکنه به خاطر که مردم وضع اقتصادی ضعیف است. اینا یک ذره برقی است، خصوصیاتش اینم است، کم مصرف است، مردم زیادتر خوش میکنه. چطور سیستم از این مثلا بعض مردم میگه که تا 60% چی میشه از برق استفاده میکنه، چه قسم استفاده میکنه؟ این موتر فعلا که چالانش میکنی تا 60 در برق میباشه، بعد از 60 باز انجین چالان میشه، توسط تیل ماشینش چالان میشه، باز برق تیل میشه. بیتری میخوره؟ بیتری میخوره اجانا. بیتریش چطور است قیمت؟ یا بیتری از اینا قدر قیمت نیست، 5000 6000 افغانی دو دانه بیتری میده. تا 1 سال 2 سال 3 سال خوی بیتری ها کار میته. بالعموم دیگه عموما بیتری هایی که در افغانستان است در موترها 2 سال 3 سال کار میته. اینا معمولی 2 سال 3 سال بیتریش کار میکنه. این کل چی است؟ سیستم چت است مثلا ریموت؟ این کل از اینا این موترها که است توسط ریموت کار میکنه. این موترها فعلا آپشنش بالاترین آپشن این موترها دیگه فعلا در افغانستان کامده. مردم زیاد خوش، مردم علاقمند این موترهاست. به خاطر که هم کم مصرف است، هم موترش مدلش بالاست، هم خوبتر است، نوارد است.
از کجا وارد میکنیم موتر؟ این موترها خب فعلا از بیش میاد کلش، از ژاپن میاد باز بیش، باز مردم افغان یعنی کابل. ژاپنی است. ژاپنی است بله. موترها باز از بیش مردم به کابل میادش، انتقال میده، باز اینجا هر کس دیگه میخره به ولایت ها میبره. با ولایت‌ها میبری؟ بله. طرف مزار، طرف پل خمری، این طرف هر طرف دیگه مردم میبره این موترها را. داخل شهر زیاتر مردم استفاده میکنه از این موترها. این در شهر هم زیاد شد. بله. این خوبیش این است که تا 60 در برق است. دیگه فکر کنید هیچ مصرف نداره. شهر بازار ما شما از 40 موتر بالا نمیشینه. ازدحام زیاد است. مردم از این میش خوبی است که استفاده میکنه که موتر کم مصرف است. اتومات است. اتومات است جانا. این موترها کلش اتومات است، برقی است. صحیح شد. تشکر بسیار. تشکر از شما برادر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو د موټر په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. په دې موټر پلورنځي کې هم مختلف ډوله موټرونه شتون درلود. ځو نورو موټر پلورنځیو ته چې هلته هم نوي موټرونه تاسو ته معرفي کوو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. موږ یو بل موټر پلورنځي ته راغلي یو چې په دې موټر پلورنځي کې هم مختلف ډوله موټرونه شتون لري. د دې موټر پلورنځي له مسؤل کس سره به خبرې وکړو چې د دوی کاروبار څنګه دی او څنګه دی کوم ځایونه دی دغه موټرونه راوړي. سلام بیادر عزیز، خوب هستی؟ بخیر؟ لالای گل خوب هستن؟ بخیر خیرت بخیر باشن. ایمال هستم، یکی از جلابای موتر فروشی میلاد نور سر کوتل می باشم. چطور است کاربار موتر فروشی در این روزا؟ والا بازار خوبه دیگه، بازار موترهای استیکر فعلا خوب است دیگه. بازارهای پلیدار کمک زره یک شکست خورده. درباره استیکر اگه معلومات کدام نوع موتر داره درباره استیکر؟ استیکر دیگه موترهای پرس است و کرسلوت است و ویتس است، فیلدر است، اگزوس، مارکس است. یعنی موترهای است که عام خرید فروشش خوبتر از در بازار. قیمت ها از چند است؟ قیمت ها دیگه نسبت به چلیدگیش است دیگه. چلیده که مثلا نیجا می باشه یک نرخ است و موترهایی که نوارد است از کانتینر پان میشه او باز قیمتش علاید است. دیگه کدام نوع موتر داریم شما؟ موتر سراچا هم داریم، 2009 هم داریم، دم داریم، بالینو هم است، پیکنیک هم است، لنکروزر هم است، فرونر هم است. این موترهای مشخص دیگه. هر نوع موتر داریم، 2000 داریم دیگه. این موتر کار داریم. مشتری کدام زیاد خوش میکنه؟ والا زیادتر حال فعلا این بازار کش استیکر شده. استیکر زیادتر خوش میکنن به خاطر موترهای داریم. یعنی موترک های کرسلوت است که زیادتر با فامیلی زیادتر خوش میکنن دیگه. میرن از نزدیک اگر میبینن که برات نشان میدیم. صحیح اون رو میبینیم. موترهای استیکر که از مثلا ویت است، پاسو است، دیگه است، این با چی است؟ مصرف تیلش هم؟ مصرف تیلش من بسیار کم است دیگه. مردم خوش هم میکنه و کم مصرف هم است، کم عوارض هم است نسبت به این موترهای دیگه که میبینی دیگه. موترهایی است که ژاپن هم با کشور خود چیز را جور میکنه که بسیار سبک و بسیار کم مصرف و بسیار چیز خوبش. این همین موترهای چی است؟ این به نام کرسلوت است. این چی خوبی داره؟ این خوبیش همی است سیت است به حساب فامیلی دیگه بسیار خوب است. این نو است؟ نو است. های موترها که است چلیدگی نیست که چلیده ایجا باشه قندار چلیده باشه. باز چلیده قندارش که است یک نرخ است. موتر که از کانتینر پان میشه دیگه قیمت است. یا از کجا وارد میکنه؟ یا از ویش قندار به ما میاد. همینجا دوستان دیوالا جلاباست که میارن از قندار ویش همینجا. ژاپنی است؟ یا ژاپن است. گیر است یا تو؟ نه اتومات باز یا هم 18 و 20 داره. 18 کس به کمک است دیگه، 20 کس کمک دار است. باز کمک دارم داره؟ کمک دار. باز کمک دارش دیگه بعضی کسا خوش میکنن. مثلا در زمستان استفاده میکنن؟ زمستان دیگه باز قدر این موترها در زمستان می. این در اطراف هم مثلا کار میکنه؟ در اطراف این موترکایی است که هم کویی است هم هر طرف دیگه که ببری یار است کدی. مشتری شما بدون از کابل مثلا از ولایت ها از منطقه دیگه میاد؟ جان میان دیگه. نال هر کسی که موتر شوقی موترها باشه به هر شوقی که دارن، یا از غزنی است یا مثلا از بغلان است یا از قندز است، هم شوق خودم میان از اینجا میبرن از پیش ما موتر. لنکروزر کسی که لنکروزر کار میده لنکروزر هم میخره، کسی کورلا کار میدهش کورلا میان از هر جای پیش ما میان.
چقدر وقت میشه شما کاروبار میکنید؟ ما بالای یک 15-16 سال میشه که دمی رسم موتر فروشی هستیم. یک جا. ای جان همیجا هستیم دمی موتر فروشی میلاد نور میباشیم. بسیار زیاد تشکر. بخیر سلامت باشین. تشکر. سلام. ډیره مننه کوو درنو لیدونکو چې زموږ سره پاتې وئ په دې موټر پلورنځي کې هم په رښتیا هم نوي موټر دلته شتون درلود د دوی په د موټرو په اړه به تاسو ته معلومات وړاندې شول نو د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو همدلته یو بل موټر پلورنځي کې و چې دې کې هم مختلف ډوله نوي موټرونه شتون لري. موږ له یو موټر سره ولاړ یو چې ډیر نوی موټر دی او ډیر کم موده کېږي چې افغانستان ته وارد شوی دی. د همدې موټر په اړه به له استاد نه وپوښتو چې د دې موټر خصوصیات څه دي او ماډل یې څنګه دی، قیمت یې څنګه دی. سلام استاد، خوب هستی؟ بخیر. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر، لطف کردین. در قدم اول اگر به بیننده های ما معرفی کنید. اسم ما قیس فیضی است، شریک موتر فروشی نوی میلاد نور هستم. در این موتر اگر معلومات چطور است؟ این موتر چه خصوصیات داره؟ این موتر که است نامش مارکس است. مارکس است یا سال 2012 تولید شده، در افغانستان فعلا یا نو آمده. ماشینایشان 6 سیلندر است، یا هم سیستم گیر داره هم اتومات. امی اتومات است، هم گیر میشه هم اتومات. از داخل فول آپشن است. این موترها نو است دیگه، بسیار موترهای خوبش است دیگه. این موترها نو آمده. اما یک رنگ سیاه داره؟ نه این برادر سیاه هم داره، سیلوری هم داره، سفید هم داره، 3 رنگش داره. ما فعلا هم یک دونه سیاه مدل 2012 ما از وارد کردیم از کانتینر تا که اینجا آمده، تا کابل نچلیده ای تا بالا. باز مثلا رنگ سفید و سیاه باز فرق میکنه قیمتش؟ قیمت از یا این موترها را کسای میخره شوقی میخرن. این موتر کار نیست که سفید سیاه و رنگش فرق بدن. بعض کساس میام از سفید که سیاه را قیمت میخره، بعض کساس سیاه را نمیخره سفید میخره، در رنگ و قدر فرق نمیکنه، سیاه را هم خوش میکنن. این پترولی است؟ 6 سالان پترول است. بله. قیمت از چند؟ قیمت از یا برادر $6000 قیمت میکنیم. جرامت داره دیگه، یا استیکر است برای 3 سال استیکر شده، کارتش گرفته برای 3 سال پلیت میده دیگه. نو پلیتایشون شروع شده از طرف دولت. آل استیکر؟ حالا فعلا استیکر هم کارتش گرفته، بس دولت اعلان کرده که برای 3 سال بیاین محصولش طویل کنین، باز از محصول براتون پلیت جواز سیر میدیم. دیگه چند نوع موتر داریم؟ موتر ما اینجا چند نوع داریم دیگه. اینجا سورا مارکس دیگه داریم، مدل 2004 5 به دیگه شیپ است. ما بنز داریم، لند کروزر است، اورست است، فورنر است، لند کروزرهای زری است، فورنر است، موترهای پریوس برقی است. موتر ما تقریبا 12 رقم داریم اینجا موتر فروشی، 20 رقم موتر داریم. لند کروزر زری که است، آلیف مشتری میگیره؟ بله حالا من میخرن، خب قدر زیاد نه، قیمت های بسیار پایین آمده. سابق که بود حکومت جمهوریت قیمت از یا به $1,90,000 بود، حالا به 35,000 ما بای میکنیم، اونا بس تا 30,000 امکان داره میتیم. این موتر در اطراف مثلا استفاده میشه؟ در اطراف استفاده میشه، خو یا بر اطراف نیست. در اطراف یا چون بسیار پخش است، اگر بلند کنی یا باز یک رقم بلند میشه، بعد قواره میشه. باز زیاد داخل شهر کابل و اینجا مردم زیاد میخره. بسیار زیاد قابلش نیست. تشکر از شما، لطف کردین. تشکر، زنده باشید. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره پاتې وئ او تاسو دغه ښاري راپور تر وروستیو زموږ سره تعقیب کړ. تر بل او بل راپور پورې مو زه نصرت الله خوشحال پلوی او بخونکي راسپارم. هر چیرته چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ.